پس هر کسی سنگی می انداخت. شبلی موافقت را گلی انداخت. حسین منصور آهی کرد. گفتند از این همه سنگ هیچ آه نکردی، از گلی آه کردن چه معناست؟ گفت از آن که آنها نمیدانند معذورانند. از او سختم می آید که او می داند که نمی باید انداخت. پس دستش جدا کردند. خنده‌ای بزد. گفتند خنده از چیست؟ گفت دست از آدمی بسته باز کردن آسان است، مرد آن است که دست صفات که کلاه همت از تارک عرش در می کشد قطع کند. پس پاهایش ببریدند. تبسمی کرد. گفت بدین پای سفر خاک می کردم، کنون قدمی دارم تا سفر افلاک، توانید اگر آن قدم ببرید. پس 2 دست بریده خونالود در روی در مالید تا هر 2 ساعد و روی خونالود را. پرسیدند این چرا کردی؟ گفت خون بسیار از من برفت و دانم که رویم زرد شده باشد. شما پندارید که زردی روی من از ترس است. خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونه مردان خون خویشتن است. گفتند اگر روی را به خون سرخ کردی، ساعد باری چرا آلودی؟ گفت وضو می سازم. گفتند وضو برای چه؟ گفت در عشق 2 رکعت است که وضوی آن درست نیاید الا به خون.